مردم سلام، خانم آقایان سلام. با یک برنامه دیگه پارک علت در خدمتتون هستیم. تو این سرمایه زمستون امشب میخوایم یک برنامه گرم داشته باشیم که حال احوالتون گرم و خرسند باشه. من امشب یک نویدی بهتون بدم، یکی از مربیان خیلی خوب، خیلی با جرأت و رکگومون مهمان برنامه هستن. بزرگداشت برای ایشون گرفتیم، دعوتشون میکنم که داخل استودیو به جمع ما اضافه بشن. قربان تشریف بیارین لطفاً. تشریف بیارین. سلام قربان، ببخشید دکورمون رو مراقب باشین. حال شما چطور؟ خیلی شما خوبین؟ به به، بفرمایید، خواهش میکنم. از این ور قربان خوب هستین؟ چه خبر؟ قربون شما. زیاد معطل نشدین قربونتون برم؟ نه کمی معطل شدم، ولی خب از فرصت استفاده کردم و چند تا بیانیه نوشتم. جدا؟ برای کی؟ برای آقا قلدره، برای آقای عمو، برای آقا پولپرسته، برای آقا کتونهه. اجازه بدین قربان، ما یک دوربین خیلی جالبی اونجا داریم، یه دستی تکون بدیم براشون. قربون قد و بالا کیفیت برام. من واقعا میخوام برنامه رو شروع کنیم الان. اجازه بدید من یه سلام احوالی کنم. نه خواهش میکنم. من چون قبلا وقت نداریم من سلام علیکم کردم. شما بفرمایید. یعنی شما صبح تا شب مثلا برنامه ما همینه. چرا؟ شما صبح تا شب تو تلویزیون برنامه داری، بعد به ما کی میگی که وقت نداری؟ ما حتما شما هم خریده. قربان این حرفا چی؟ ما اصلا اولا برنامه نداریم. بعد کی منو خریده؟ یعنی چی؟ اما آقا پول پرسته، اما آقا پول داره، آقا قول داره، آقای عمو. خواهش میکنم، اینا پیگرد قانونی داره، یعنی اصلا حرف خوبی نیست. ببخشید. در حال من پیامک اومده. کسی و نترسم. یه خانم یا آقای فرمودن که شما مدرک دارین؟ بله من مدرک مربیگری درجه آ قربان بدنم آماده است. من هنوز میتونم فوتبال بازی کنم و تو همین فوتبالی که همه دارن پول میبرن ازش من یه فهمی داشته باشم. الان داشتی میفهمیدی مدرک دارین شما؟ من مدرک مربیگری و فوق لیسانس خریده دارم. قربونتون برم. فکر کنم شما منظور بینندمون رو متوجه نشدید. خب الان چیکار میکنین؟ الان من به همراه همون کمکم که همیشه با همه و همه جا با من هست با بچهای کوچه فوتبال بازی میکنیم. یعنی به بچه‌ها آموزش میدین، بچه‌ها رو تربیت میکنین؟ نه یه تیم درست کردیم با بچه‌ها بازی میکنیم، با بچه‌ها. چقدر جالب، چقدر خوب، خیلی عالیه. قربان باید گوشیتون رو خاموش میکردین، بچه‌ها گوشه نگرفته بودین؟ باشه ببخشید شما که پیک دارین؟ پیک نه، ولی امری دارین، ما در خدمتتون هستیم جانم. من یه چند تا بیانیه و اینا میخوام بنویسم بدم به اون روزنامه چاپ کنه. خواهش میکنم بفرمایید بنویسین هر موقعی که خواستین. من شما فهمیدین بیانیه، شما که انقدر حرفه‌ای هستین قربونتون برم، قربون قد و بالاتون برم، چرا الان فوتبال ما که حرفه‌ایه، این حاشیه از کجاست؟ فوتبال ما همینه. کی میگه فوتبال ما حرفه‌ایه؟ فوتبالی که توش لیدر تحصیل کرده نباشه، فوتبالی که مدیرش تحصیل کرده نباشه، فوتبالی که مربیش درجه نداشته باشه، من این فوتبال رو نمیخوام. میخوام بزنه تو اون دروازه، اون بزنه تو اون دروازه، به جونه من خودم نمیخوام، به جونه تو نمیخوام، من این فوتبال رو نمیخوام. فداتون شم. میخواین اصلا یه سوال دیگه ای بپرسم ازتون؟ اصلا میخوام بپرسم من نمیخوام این فوتبالی که توش هفم یه میلیون پول میخوره. من نمیخوام این فوتبال میرم. خیلی احساساتی هستم قربونتون برم. اینجوری این حرکات یه خود منو اذیت میکنه. الان میخواین من بهتون برگه بدم فداتون شم که اصلا یه بیانیه‌ای بنویسید؟ بلا قربونتون برم. این برگه من در خدمت شما. میخوای خودکار آبی یا مشکی دوست دارین قربون؟ الان براتون میارم فداتون شم. بفرمایید شما یه پیامکی هر چی دوست دارین، بیانیه هر چی دوست دارین بنویسین. مردم قربونتون برم شما گریه فداتون شم. چرا با پیامک‌های ما اینجوری میکنین؟ شما چه گریه میکنین کلا؟ چرا اینقدر زود گریه میکنین؟ حساسین؟ فوتبال ما همینه. فوتبال ما. خب شما بنویسین، شما بیانیه‌هاتون بنویسین. مردم خیلی ممنونم که ما رو دیدین. وقت برنامه‌مون تمومه. یه نفر پرسیدم چند نفرین؟ گفت چطور؟ گفتم همینجوری. گفت بی خیال ما از یه عالم بیشتریم. چی شد؟ قربونتون برم شما چه انقدر گریه میکنید؟ الان چی شد؟ الان با تموم کردیم برنامه رو. الان حرفی نزدم. قربونتون برم برنامه زنده شما رو هم خریده کاملا معلومه. آقا پول داره، آقای عمو، آقا پول داره.